درود خدمت همه همراهان، خیلی خوش اومدید با یه ویدیو دیگه از مجموعه بیت کلاس برای بررسی پروژه ها از مبحث فاندامنتال. من حسین هستم از بخش فاندامنتال مجموعه بیت کلاس. بریم یک سری پروژه ها رو که داخل پست معرفی کرده بودیم با هم دیگه بررسی بکنیم. فقط نکته اول این که اول بهتون بگم این که چرا انقدر روی TVL ما تمرکز میکنیم، چرا راجع به TVL انقدر صحبت میکنیم و بریم بررسی بکنیم ببینیم مثلا دلیلش چیه. بچه‌ها ببینید، اومدیم سایت دیفایلاما، جایی که میشه TVL ها رو خیلی حرفه‌ای بررسی کرد و اطلاعات خیلی خوبی رو سایت دیفایلاما در اختیار ما میذاره. توی این قسمت مثلا چند تا از پروژه های خیلی خوب مارکت رو سرچ بکنیم. مثلا کاردانو رو من سرچ بکنم، فارسی کاردانو رو من اگر سرچ بکنم میبینید که یه TVL مخفف توتال ولیو لاکت، یعنی میزان دارایی قفل شده‌ای که روی اون پلتفرم قرار داره. و این چی رو نشون میده؟ این که سرمایه‌گذارها چه مقدار از دارایی‌هاشون رو بردن روی پلتفرم استیک کردن و استیک کردن هم خب یه کار بلند مدت حساب میاد و شما برای بلند مدت میرید یک ارزی رو استیک میکنید که سود سالیانه دریافت بکنید و روی اون پروژه فعال باشید. به همین خاطره که وقتی که حرف از TVL میشه ذهن‌ها بیشتر به این سمت میره که چه مقدار سرمایه‌گذارها روی این پروژه به اون پروژه اطمینان دارن و بهش اعتماد کردن و سرمایه‌هاشون رو روی اون پروژه قفل کردن. مثلا الان شما ارز کاردانو رو اگر مشاهده بکنید با یه TVL 572 میلیون دلاری میبینید که این نمودار TVLش هم هست. حالا من میام چیکار میکنم؟ میام آدا پرایس رو فعال میکنم. این آدا پرایس رو ببینید این نمودار تقریبا زرد رنگ رو اگر مشاهده بکنید میبینید که چه کورولیشنی نسبت به TVL و قیمت هست. این قیمته و این نمودار آبی رنگ هم TVLشه و همونطور که میبینید در بلند مدت یه همپوشانی و یک هماهنگی خیلی خوبی رو با هم دیگه دارن. اینکه هر جا که TVL افزایشی شده قیمت هم افزایش پیدا کرده. معمولا اول TVL افزایشی میشه، یعنی سرمایه گذارا شروع میکنن اون ارز رو میخرن و روی پروژه فعال میشن. بعد آروم آروم تاثیرات قیمتیش رو میتونیم مشاهده بکنیم. معمولا اینطوری، در یک سری از استثناها هم این اتفاق برعکسش میفته، اما معمولا اینه، یعنی آروم آروم سرمایه گذارا به سمت یه پروژه روونه میشن و به اون پروژه اطمینان میکنن. بعد از اون قیمت شروع میکنه به بالا رفتن. این برای مثلا ارز کاردانوه که میبینید این اواخر هم که یه رشد خیلی خوب رو تجربه کرد، میبینید که TVLش چقدر خوب افزایشی شده. یه ارز دیگه ما بخوایم سرچ بکنیم، ارز سولانا رو من براتون سرچ بکنم. ببینید پروژه سولانا رو خب حالا از حوالی اواخر 2022 بوده، از اواخر 2022 تا اواخر 2023 یعنی حدوداً یک سال این ارز TVLش به شدت پایین بوده تا 280 میلیون دلار TVLش ریزشی شده. برای همون مدتیه که قیمتش هم خیلی نزولی شده بود و توی کف ترین حالت خودش قرار داشت. حالا من بیام TVL رو و سول پرایس رو روشن بکنم، ببینیم قیمت ارز سولانا چه مقدار کورولیشن داشته با و چه مقدار همبستگی داشته با میزان TVLش. ببینید چقدر همدیگه رو پوشش دادن و هماهنگ با همدیگه حرکت کردن و خب این یه سیگنال رو به ما میده، این که TVL یک پروژه چقدر میتونه مهم باشه و چقدر میتونه در آینده یک پروژه تأثیر بذاره. حالا بریم سراغ پروژه هایی که بررسی کردیم. 2 تا پروژه آخر ویدیو، یعنی 2 تا پروژه‌ای که داخل اینستاگرام منتشر شده، اون 2 تای آخر ارزهای جدیدی هستن، تا حالا داخل کانال معرفی نشدن و 3 تا ارز قبلی هم که معرفی کردیم قبلا داخل کانال گفتیمشون و برای تاکید بیشتر این که پروژه های خوبی هستن و میتونید روشون فکر بکنید و البته با مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه اگر میخواین وارد بشین میتونید از اون پروژه ها استفاده بکنید و روشون اقدام بکنید. حالا پروژه اولی که بررسی میکنیم نیوی پروتکل با نماد NAVX و همونطور که میبینید 560 میلیون دلار میزان TVL این پروژه است و حدود 560 میلیون دلار روش سرمایه گذاری کردن. نمودارش هم اگر ببینید با یه شیب خیلی خوب رو به بالا حرکت کرده. تقریبا هم میشه گفت که
با میزان با یه شیبی حرکت کرده که ارز سویی حرکت کرده. یعنی چون روی پلتفرم سویی هستش و روی شبکه سویی فعاله، یکی از زیر مجموعه های شبکه سوییه، بی تأثیر نیست که با ترند شدن شبکه سویی این هم ارزهای زیر مجموعهش هم رشد میکنن. حالا بریم سراغ این که ببینیم خب این ارزشون جدیده. من توکن پرایس رو اگر روشن بکنم، همونطور که مشاهده میکنید از یک جایی به بعد، ببین یک مقدار با هم همپوشانی داشتن، از یک جایی به بعد قیمت ارز جا مونده. این همون دلیلیه که اگر قرار باشه این قیمت ارز بالا بره و طبق TVL و مارکت کپ بخوایم روش تحلیل بکنیم، یک انفجار قیمتی رو میتونیم شاهدش باشیم. خب و یکی از دلایلی که این پروژه رو معرفی کردیم اینه که TVL خیلی بالا رفته، TVL انفجاری بالا رفته، ولی هنوز قیمت خودش رو بهش نرسونده و هنوز قیمت به اون میزانی که باید رشد نکرده. همونطور که میبینید TVLش 560 میلیون دلاره ولی مارکت کپش فقط 59 میلیون دلار، یعنی پولش 10%، 0.1 و خیلی جای رشد داره. اما باید حواستون باشه یه مارکت کپ زیر 100 میلیون دلاری میتونه به شدت ریسکی باشه براتون و اگر میخواین سرمایه گذاری بکنید در بخش های ریسک سبدتون این ارز قرار میگیره، یعنی جزء ارزهای پر ریسک حساب میشه. پس باید مقدار سرمایه‌ای که میخوابونید در حد 1%، 2%، خیلی میخواید ریسک بکنید 3-4% باشه و خیلی سنگین روی این پروژه وارد نشید. و بچه‌هایی هم که سرمایه‌شون کمه و میخوان روی این پروژه ریسک بکنن، ببینید پروژه الان میریم روی شبکه سویی هم بررسیش میکنیم که چرا این پروژه رو ما گفتیمش. ولی بچه‌هایی که میخوان روی این پروژه سرمایه گذاری کنن، اگر این پروژه شروع کرد به رشد کردن، یعنی اگر این ارز رو خریدین، تمام خطراتش رو و ریسک پذیری‌هاشو قبول کردین و این ارز رو خریداری کردین، به محض اینکه سرمایه‌تون 2 برابر شد، اصل پولتون رو بیرون میکشید و با سودتون روی اون ارز میمونید تا بی نهایت. یعنی با ارز خیلی مچ نشید بخواید تا آخر بولران با این ارز بمونید، فقط کافیه سود ازش بگیرید، اصل پولتون رو خارج بکنید و اون وقتی که با خیال راحت میتونید به سرمایه گذاری هاتون ادامه بدید و اگر این ارز هم حتی اگر بریزه خطری شما رو تهدید نمیکنه چون شما اصل سرمایه‌تون رو بیرون کشیدید. اما خب خوبی و بدی هاش با همه، این که مارکت کپش فقط 10% از TVL رو داره هم نکته خوبه هم نکته بده و مارکت کپش زیر 100 میلیون دلار هم نکته خوبه هم نکته بده و تمام مجموعه اینا با هم دیگه میتونه یک سبد رو برای شما بچینه، اینکه چه میزان ریسک میکنید و چه میزان برداشت میکنید. طبیعتا ریسکش بالاست و برداشتی هم که میکنید اگر انفجار ارزش رخ بده خیلی بالاه. بریم سراغ پروژه بعدی، پروژه سویلنده با نماد سند. این هم روی شبکه سویی هستش. همونطور که میبینید این هم TVLش به میزان خیلی شدیدی افزایشی شده و TVLش هولوش 670 میلیون دلار در حالی که مارکت کپش فقط 134 میلیون دلاره و نسبت TVL به مارکت کپش اینا خیلی عدد خوبیه و انفجار قیمتی اگر بخواد براشون رخ بده واقعا پتانسیل این رو دارن. روی شبکه سویی هستن، معتبرترین پلتفرم های شبکه سویی هستن، یعنی بجز شبکه سویی شما بخواید بیاید زیر مجموعه هاشو نگاه بکنید، الان میریم روی شبکه سویی بررسیشون میکنیم، یکی از بهترین پروژه ها هستن. بریم روی شبکه سویی ببینیم که دقیقاً چه اتفاقی داره میفته. من شبکه سویی رو بیارم. بچه این پست جنبه آموزشی هم داره، یعنی وقتی شما میخواید پروژه‌ای رو بررسی بکنید مسیرتون همینه، یعنی سرمایه گذاراشو باید بررسی بکنید، مارکت کپشو بررسی کنید، TVLشو بررسی بکنید، کیف پولاشو بررسی بکنید و از این پست میتونید استفاده بکنید برای بررسی سایر پروژه ها. ببینید شبکه سویی رو ما اینجا داریم که هولوش 2 میلیارد دلار مارکت چیزشه، TVLشه و وقتی که میایم پایین ببینید اینا زیر مجموعه های شبکه سویی هن. یعنی پلتفرم هایی هن که روی شبکه سویی سوار شدن. سویلند اولیشه، یعنی بالاترین میزان TVL رو در شبکه سویی پروژه سویلند داره با مارکت کپ 673 میلیون دلار که الان بررسیش کردیم. نیوی پروتکل رتبه دوم داره، ستوس که اینجا براتون نوشته کاتگوریش رو زده دکس.
صرافی غیر متمرکز شبکه سوی هستش که البته روی اپتوس هم فعاله و همونطور که میبینید TVLش 230 میلیون دلار. یعنی این دوتا سویلند و نیوی پروتکل با اختلاف در رتبه های اول و دوم قرار دارن و رتبه سوم خیلی ازشون فاصله داره. حالا چیزای دیگه هم داره، یعنی پروژه های دیگه ای هم هستن که روش سوارن، اما خوباشون و اون بولداشون فعلا همون سویلند و نیوی پروتکل هم که میتونید با مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه، چون مارکت کپاشون پایینه، روشون سرمایه گذاری بکنید. این از این دوتا پروژه بعدی که میخوایم بررسیش بکنیم ایگن لایره و باید ببینیم که روی ایگن لایر چه اتفاقاتی داره میفته. دقیقاً همون صحبتایی که راجع به سویلند و نیوی پروتکل کردیم راجع به ایگن لایر هم برقراره. 16 میلیارد دلار TVL روی شبکه ایگن لایر. چه مقدار مارکت کپش؟ 840 میلیون دلاره. حالا این ارزشون تازه اومده، ایردراپ تازه داده و احتمالا خیلی چارت قیمتی نداشته باشه نسبت به TVL آنچنان چارت قیمتی نداره و همونطور که میبینید از اینجا که سایت اومده بررسیش کرده تقریبا یه هماهنگی با همدیگه داشتن، اما ایگن لایر از اون پروژه های خیلی خوب مارکته. بریم اینجا داخل سایت دیفایلوما هم بیاید، میتونید اینجا راجع به پروژه بخونید و وبسایتش رو میتونید چک بکنید و میزان فعالیت هایی که داشتن رو. حالا ما بریم سراغ سایت روت دیتا. ببینید سایت روت دیتا رو من اگر باز بکنم میتونید، این سایت هم یه مدل سایت تحلیلیه، میتونید یک سری اطلاعات رو ازش به دست بیارید. اگر ایگن لایر رو به من نمایش بده، ایگن لایر رو آورد. ببینید پروژه رو من میام از این جهت هم بررسیش میکنم، ببینیم که سرمایه گذاراش کیان و چی کار دارن میکنن روی پروژه. اینا تیم پروژه هن که میتونید صفحه هر کدوم رو باز کنید و راجبشون تحقیق بکنید و ببینیم سرمایه گذاره پروژه کیا هستن. پولیچینه، ببینید اینایی که زده لید یعنی بیشتر مثلا روی پروژه سرمایه گذاری لیدر پروژه هستن و از لحاظ سرمایه گذاری. بعد این پولیچین خیلی سرمایه گذاری معروفیه. بریم ببینیم که روی چه پروژه های دیگه سرمایه گذاری کرده. معمولا وقتی روی یک پروژه سرمایه گذاری خوبی میبینید احتمالا میتونه خیالتون راحت باشه که اینا، یعنی از رزومه‌ای که دارن میتونید بفهمید که ممکنه این پروژه هم مثل پروژه های دیگه از اعتبار کافی برخوردار باشه. ببینید پروژه پولیچین سرمایه گذار پولیچین اومده روی چه پروژه‌ای قبلا سرمایه گذاری کرده؟ روی آوالانچ، روی سلستیا، پولی مارکت، ایگن لایر که گفتیم همین الان داریم بررسیش میکنیم، یونی سواب، استارک نت، بعد آربیتروم، DYDX، سولانا، پولکادات. یعنی اینا بلدن سرمایه گذاری کردن رو و شرکتیه که و سرمایه گذاریه که خیلی روش مانور میدن و خیلی بهش اطمینان دارن. حالا خود ایگن لایر اومده چی کار کرده؟ یعنی اصلا برای چی انقدر پروژهش خوب TVL جذب کرده؟ برای چی؟ ببینید یک سری مباحث وجود داره در بخش استیکینگ. اینکه شما مثلا برید اتریوم تو یه جا استیک بکنی، روی شبکه اتریوم استیک بکنی، داری به امنیت پروژه کمک میکنی، پروف آف استیکن و داری به امنیت پروژه کمک میکنی. حالا اومده چیکار کرده ایگن لایر؟ گفته آقا قبلا فقط میتونستی اتریومت رو روی شبکه اتریوم استیک بکنی و امنیت اون رو بالا ببری. حالا میگه چی؟ میگه من از قابلیت ری استیکینگ استفاده میکنم که بقیه پروژه ها هم بتونن امنیتشون رو با استفاده از اتریوم تامین کنن. یعنی شما یک بار میری امنیت اتریوم رو تامین میکنی، یه سود سالیانه میگیری، اتریوم استیک میکنی مثلا روی پلتفرم لیدو یا هر پلتفرم دیگه راجع به لیکوید استیکینگ ها. بعد یک جای دیگه میای این ارزی که استیک کردی رو میتونی ببری یک جای دیگه، روی یک پروژه دیگه سرمایه گذاری بکنی، اونجا هم استیک بکنی، یه سود سالیانه دیگه اونجا دریافت کنی. یعنی اومده کاری کرده که توکنا به جای یک بار مصرف بودن، یک بار قابلیت استیک شدن، دو بار این قابلیت رو پیدا میکنن یا چند بار این قابلیت رو پیدا میکنن و از این جهت خیلی پروژه نوآوریه و خیلی میتونه به پروژه ها کمک بکنه، چون
TVL روی شبکه اتریوم واقعا بالا و فکر کنید که اگر اون TVL و اون میزان استیک شدگی و قفل شدن ارز بیاد روی بقیه شبکه ها هم فعال بشه، روی بقیه ارزها هم فعالیت بکنه و خیلی میتونه بهتون کمک بکنه و به بقیه پروژه ها کمک بکنه. اینه که این ارز ایگن لایر واقعا ارز خوبیه. خب بریم سراغ اون دوتا پروژه جدیدی که معرفی کردیم. یکی پروژه یوزوئل که میخوایم بررسیش بکنیم. این پروژه یوزوئل که اینجا میتونید اطلاعاتش رو ببینید. بازم بحث TVL مطرحه. ببینید با چه شیبی TVLش بالا رفته. مارکت کپش 487 میلیون دلار، TVLش 1 میلیارد و 800 میلیون دلار. یعنی از اون موقعی که ما پست رو ضبط کردیم تا حالا 200 میلیون دلار به TVLش اضافه شده. در زمینه RWA فعال هستش و میدونید RWA میتونه یکی از زمینه‌های پولساز در آینده کریپتو باشه. خیلی زمینه خوبیه و خیلی کاتگوری خوبیه. حتما توی سبدتون باید از این کاتگوری داشته باشین. یعنی توی سبدتون حتما RWA رو باید داشته باشین. حالا بریم یه جوری دیگه بررسی بکنیم. من میام قسمت کاتگوری سایت دیفای لاما و قسمت RWA رو پیدا میکنم. ببینید توی قسمت RWA میگه که کلن 8 میلیارد دلار تقریبا روی پلتفرم های RWA چیز شده، استیک شده و TVL دارن، قفل شده. حالا ببینید چقدر جالبه. از چیزایی که دارن یوزوئل رتبه اول رو داره با 1 میلیارد و 800 میلیون دلار TVL. خب و اینا هم در رتبه مثلا اوندو خیلی پلتفرم خوبیه روی RWA، TVLش هلوش 600 میلیون دلاره. ببینید این 3 برابر یوزوئل، 3 برابر اون TVL داره و جذب سرمایه‌گذاری جذب کرده که میبرن ارز روش استیک میکنن و کاملا بهش اطمینان دارن. خیلی میتونه پروژه خوبی باشه و میتونید از این یوزوئل استفاده کنید. البته تو باز هم میگم با مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه، به خاطر اینکه خیلی باید حواستون باشه چون سنگین روی یک ارز نرید. یعنی ارز هر چقدر که TVL بالا داشته باشه امکان کرشش هست، امکان شکست خوردن پروژه هست و خیلی باید حواستون باشه. اما یه مارکت کپ زیر 1 میلیارد دلار داره و خیلی میتونه بهتون کمک بکنه و جزء ارزایی هستش که میتونید بهش اطمینان بکنید و مقداری رو ازش خریداری بکنید که در زمینه گفتم در زمینه RWA فعالیت میکنه. اگر اطلاعات بیشتری نیاز دارید میتونید از این طریق، یعنی پروتکل اینفورمیشن، از اینجا میتونید بخونید. از طریق وبسایتشون و وایت پیپرشون هم میتونید یک سری اطلاعات رو به دست بیارید. ارز بعدی که میخوایم بررسی کنیم موومنت در سایت دیفای لاما هنوز نیومده بالا و تازه ایردراپ داده. ایردراپ 500 تا 2000 دلار رو برای هر نفر داده. البته یک سری از کاربرا داخل کریپتو شو معرفیش کردیم، یک سری از کاربرا با چند تا کیف پول هم این ارز رو زدن و خیلی سود خوبی کردن و این ارز خودش نمودار خیلی خوبی داره. یعنی از لحاظ نموداری هم جای خیلی خوبیه و در حال رشده. حالا چون سایت دیفای لاما اطلاعاتش نداره بریم سایت روت دیتا بررسیش بکنیم. من پروژه موومنت رو اینجا سرچ میکنم. این پروژه موومنت. اولا که اینا اومدن یک زبان برنامه نویسی خودشون اختراع کردن، یک زبانی اختراع کردن به اسم زبان موو و کسایی که میخوان روی این پلتفرم کار بکنن باید با زبان موو کار بکنن. مثلا روی اتریوم اگر میخواین ارزی رو بنویسید باید زبان سالیدیتی بلد باشید، زبان برنامه نویسی سالیدیتی. این هم ارز موو هم یک زبان برنامه نویسی داره به اسم موو، البته که با ماشین مجازی اتریوم همخوانی داره و میتونید از اون استفاده بکنید. یعنی توسعه دهنده هایی که ارزایی رو روی شبکه اتریوم آوردن بالا که بهش میگن EVM، ماشین مجازی اتریوم ویرچوال ماشین، که میتونن از اون استفاده بکنن. یعنی ارزها رو میتونن بیارن روی شبکه موو پیاده بکنن بدون اینکه بخوان زبان برنامه نویسی رو عوض بکنن، اما این خودش براشون تغییرش میده. اینم از این مبحث. و مبحث بعدی بریم سراغ سرمایه گذاراش.
پلیچین رو دوباره میبینید به عنوان سرمایه گذار. فورسایت ونچر رو میبینید. الان اینا رو میریم بررسی میکنیم که چه اطلاعاتی راجبشون میشه به دست آورد. پلیچین رو من لینکش رو باز بکنم. بایننس لبز رو میبینید. OKX ونچر رو میبینید که بخش سرمایه گذاری صرافی OKX. این هم از این باب هست. حالا بریم سراغ پلیچین رو که یک بار بررسی کردیم که روی چه پروژه های سرمایه گذاری کرده. این موومنت رو من بیارم براتون. فورسایت ونچر هم باز بکنم اگر که تلفظش رو درست بگم. خب ببینید فورسایت ونچر به عنوان یکی از سرمایه گذارای پروژه موومنت روی کجاها سرمایه گذاری کرده. شبکه تون رو میبینید، اپتوس رو میبینید، آی او تکس رو میبینید روی زمینه اینترنت اشیاء این ارز. بعد آی او دات نت رو میبینید، اینم ارز به شدت خوبیه. اترفای رو میبینید. بعد سی رو میبینید، موومنت رو که داریم بررسی میکنیم. بعد بیتگت ولت و این پروژه ساهارا اگر اشتباه نکنم این تازه میخواد ایردراپ بده. پروژه لومبارد که معرفیش هم کردیم داخل کانال، از ری استیکینگ یعنی لایه دوم بیت کوین رو دارن میارن بالا و دارن کاری میکنن شما بتونید بیت کویناتون رو جای استیک بکنید و سود دریافت بکنید و خیلی پروژه های خفنی ان اینا. اینم از این سرمایه گذار. حالا بریم سراغ این که ببین تیم پروژه اصلا کیه، دارن چیکار میکنن. من موومنت رو باز کنم، اینجا تیمشو برای من نوشته. بذار این پنجره ها رو ببندم. خب اینا رو من باز کنم به عنوان بخشای مختلف و اون تیم اصلی پروژه موومنت. ببینیم مثلا اینا کیان، رزومهشون چیه و چطوری دارن کار میکنن. این کوفاندر آقای روشی که کوفاندر موومنت. ببینید قبلا توی اپتوس فعالیت داشته، یعنی در پروژه اپتوس فعالیت داشته. اگر هم دقت کرده باشید اپتوس یکی از سرمایه گذاره پروژه موومنته. یکی دیگه از کوفاندراشون آقای کوپر اسکانلون اگر اشتباه نکنم. این آقا هم اگر میبینید میتونید اطلاعاتش رو اینجا بخونید. براتون سایت روت دیتا این اطلاعات رو براتون نوشته. شخص بعدی که هد ریسرچشونه و بخش تحقیقاتشون رو مثلا به عهده داره، کسی که روی این پروژه هم فعالیت داشته و اینجا میتونید مثلا رزومهشون رو و اینکه چه تحصیلاتی دارن رو اینجا ببینید. نفر بعدی آقای اندی بله که پروژه هایی که بررسی کرده هم الان روی موومنت داره فعالیت میکنه، روی بیکونومی فعال بوده و خیلی از پروژه های دیگه. میگم اینجا در بخش دیتیل میتونید میزان تحصیلاتشون و فعالیتایی که داشتن رو بخونید. بعد بخش هد استراتژیشون کسیه که الان روی موومنت فعاله، روی سوی هم فعال بوده، یعنی تو تیم سوی هم بوده و چیا اگر این اشتباه نکنم روی بخش چیا هم اینا فعال بودن. و میگم اکثرا کسایی هستن که غریبه نیستن با این مارکت و جاهای مختلفی فعال بودن. مثلا این آقای هندی اگر اشتباه نکنم، راحات اگر اشتباه نکنم، پروژه مورف، پروژه‌ای که میخواد تازه ایردراپ بده و خیلی پروژه خوبیه. اینم فکر میکنم لایه 2 اتریوم باشه. پروژه پولیگان هم فعال بوده این شخص و اکثرا کسایی هستن که سابقه فعالیت در حوزه کریپتوکارنسی رو دارن و غریبه نیستن با این فضا. سرمایه گذاراشو بررسی کردیم و پروژه‌ای که انقدر خوب میاد ایردراپ میده و یعنی اومده که بمونه تقریبا و پروژه خیلی خوبیه. پروژه موومنت هم میتونید روش سرمایه گذاری کنید. حالا اگر اطلاعات بیشتری نیاز دارین راجع به سرمایه گذاراش، حالا سرمایه گذاری خیلی خوبی داره، OKX ونچر و بایننس لبز و پلیچین و خیلی از سرمایه گذاری دیگه. حالا میتونید اطلاعات بیشتری راجع بهشون کسب بکنید، اما اگر اطلاعات دیگه مد نظرتونه میتونید از سایت روت دیتا یا سایت های دیگه و وبسایت اصلی خودشون یک سری اطلاعات رو به دست بیارید. مبحث دیگه ای نمیمونه تقریبا راجع به این چند تا پروژه. خیلی خوشحال شدم از اینکه در خدمتتون بودم و امیدوارم که توی سرمایه گذاریاتون موفق باشید. بیت کلاس رو حتما فالو بکنید و
کانال تلگرام رو حتما دنبال بکنید که کلی پروژه خوب در انتظارتونه و قراره ازشون استفاده بکنید و بهتون معرفی بشه. موفق باشید و پرسود.